سامومین چی گفت اینجا حافظ همین می او این با او بازی کردن نمیشد ها این سیمین و حافظ اونجا با آخه بر وقت آگاه کنید اون آخه بهترین مونده نباشد بچه‌ها. سلام علیکم همدیاران گرامی، طور در پس منظر میبینید امروز ما یک حفظ شناوری حفظ نوین اولین مراتبه در تاریخ دهه درغ با دستگیری جوانان و مردم محلی بنیاد گردیده است که استعداد شناوری را حتما در من بعد رشد و تکان خواهد داد. یعنی همه مردم قریب 80 تا 100 نفر اینجا هستند و دیگران باز تا ساعت‌های 10-11 حتما حضور خود را اینجا تامین خواهند کرد. این نفری که در اینجا میبینید این کس فرخ نعمت هستند. شما این نفر رو میشناسید، یکی از فعالان همین دهه ما هستند. سلام علیکم. سلام علیکم فرخ جان، میگفتید چی گپ است اینجا؟ جنجال است؟ چی رفته است؟ اینجا یک اقدام خیلی خوب همساله از طرف نفرهایی که 10 سال قبل ختمشون می شود باید در گوشه دیار یک آباده سازند. تشبس جوانان سال 2013 است. یک حوض شناوری برای دیار ما به نهایت ضرور و مهم می باشد که از طرف همین ها ساخته شده است. بله بله، تشکری به اندازه برویم و شما هم با هم ادامه دهیم. تشکر. و اینجا طوری میبینید حوض با چنین شکل ساخته شده است. 5 متر بر دارد، 12 متر درازی دارد و مردم با دل گرم، با قلب‌های جوشان، با اخلاص و با آینده بینی فعالیت خود را در اینجا ادامه داده ایستادند. مانده نباشید. طوری میبینید قریب همگان همینجا حضور دارند و اینجا که میبینید آب پرتو هست، یعنی همه آبهای غشت به اینجا برآمده میروند و قریب که همه مردم همینجا هست. واقعا هم هزار رحمت با همه اون نفرانی که نگاه نکرده به کارهای خواجگی همه را کنار گذاشتند و آمدند و به این تشبس جمعیتی پیوستند. بسیار فعال نیک است، اقدام خوب است. انشاءالله که دست جمعانه جمع بست کرده با هم در اینجا بدن خود را آب و تاب داده خب سلامتی را بر دوام نگاه می‌داریم. تابتون خوش میاخه؟ آبادی نوبتی میشه. بسیار خوب است. سلسله آبادی ها. چیزی نازه؟ با چی کار مسئولیت دکای بگنی؟ اخرانه. همین حشر دست جمعانه با حفظ میسازیم برای جمعیت، برای خلق، برای آینده تاجیکستان. درست مانده نباشید. این کس پسری کی بودن؟ احسن. اکوی از محمد در حساب کتاب همش متر سانتی مترش درست برآمده ایستاده است میاخه؟ خرسند هستند البته. چی اقدام اینجا انجام گرفته ایستاده است؟ اینجا اقدام همین ختم کنندگان 2013 بله حفظ شناوری برای آینده نسل نورس همین دیار بعد اینها. آیا این درست است که طول 1000 سال مردم اینجا شناوری نمیتوانند؟ بله همین خیلی بود و این حفظ کلا این موضوع رو عوض خواهد کرد. امسال با فکرم از سر سال آد پوست نداشتید یگان روز. نه. برکه آبید. اینجا هیئت طبیبان هم هستند. دکتر مانده نباشید. دکتران به شفاخانه دهه درغ این کلکتیو همه اینجا حضور دارند با دل گرم و جوشان دست جمعانه کلی فعالیت ها رو پیش برده ایستاده اند. اکوی غیرت بای همش درست میاخی از لحاظ سانتی متر؟ بهتره.
سلام علیکم. سلام علیکم. مونده نباشند. مونده نباشند. پیغمبر همون دو چوبی وعدگی برده موندید می؟ بشوخه. من زمستون به علاوه نمونم و که خونتون میفرام. شما آمده دوستان. سلام علیکم. چیجت نازه کروفو. مولا مراد بیگ آمده بودند یا عالم علم خیمیا. نگاه نکرده به نامزدی برای اینا گفتی اروسا زپدلا نیست که دسته بل رو بقپن. مولا صاحب سلام علیکم. چی گپ است اینجا؟ چی کار کرده استودید؟ همین 10 سالگی شما دارید ها؟ ما تصمیم گرفتیم که برای مردم ده هم یک حفظ شناوری بنیاد کنیم. این آدم همسبق شما؟ بله این نفر همسبق. جفت استید نباشد که ما حسنی زیبای شما بینیم. خب ان شاء الله کار با اتمام رسیده شده در کوتاه‌ترین مدت ما بنفشه داریم که همین چیزا جنبش کرده سپرد. رفتی کار میشد مردم برکه بودن بسیار خدمت عالی کرد. تقریبا قریب 100 نفر آدم اومدن. برای میشم بگم. برکتشون کرد. دستشون درد نبینه. برکه آبید بچه ها گیره. برکه آبید. کار دنیا دم گرفته. پس از انجام کار مردم ما دست جمعانه اینجا خوراک نصفی روزی میخورن. ولی طوری میبینید حالت چنین است. ولی این حالت هم پس از یک ماه به کلی تغییر خواهد یافت. 10 سالگی دوران دیگر سال ختم کنندگان سال تقریبا 2014 این رو به کلی تعمیر میکنن و یک مجلسگاه مکتب میکنن که الکی اینها از بین میروند. همه زمانوی میشه. فروخ نعمت زنده باشه. همدیاران گرامی السلام علیکم. شما استوها مانده نباشید. طوری در پس منظر ما می‌نگرید و اینجا می‌بینید یک جای ولنگار است، ویران شده است، به مانند یک کنار و یا منطقه آفت زده است. ولی اینجا زمان کلوب یعنی قصر فرهنگی دهه درق شریف بود که به این ولنگاری طوری اینجا می‌بینید آمده رسیده است. اما خوشبختانه جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با دستگیری رئیس ناحیه اقدام گرفته شده است که همه این ولنگاری که در اینجا می‌بینید آباد گردیده به یک قصر فرهنگی زیبا و زمانوی باید مبدل گردد. زمانی ما خرد بودیم و اینجا می اومدیم می نشستیم و اون مسخره بازانی که شما در یاد دارید در اینجا برآمد میکردند. ولی دیگر در اینجا امکانیت برآمد کردن نیست چون ولنگار است و ان شاء الله که در روزهای نزدیک این ولنگاری با اجرای کارهای پودرتی از جانب ساکن دهه نظام الدین حاجی نظام الدین یوروف حتما این ولنگار آباد گردیده به یک قصر فرهنگ زمانوی مبدل گردانده میشه. طوری میبینید اینجا استوها با مرام کار کرده شدن. استوها مانده نباشید. کار شما از چی عبارت است؟ شما استوها چی کار باید بکنید در اینجا؟ میگفتید لطفاً. پل رو میکنید، راست میکنید، آباد میکنید و پل نو میگذارید. من میبینم از روی که میبینم در و تریزه ها هم نو میشوند. یعنی به یک سطح زمانوی آورده میرسن.
الکه نو شد. این نو این پاتالوگ نو شده. بله بله. این نو. طوری میبینید کارها. درازیش گفتن 40 متر برش 8 متر و برای زیاده از 300 نفر اشتراکچی چورابینی فرهنگی در یک وقت یعنی که شرایط فراهم آورده می شود که عین زمان میبینید بر این ولنگار مبدل گردیده است. ولی ان شاء الله که در ماه آینده یک حسن و تفاهم نو در اینجا حکم فرما خواهد گردید. با دستگیری فرزندان دیار حاجی نظام الدین رئیس جماعت، رئیس جوان پرنیروی ناحیه امان که بسیار از روز تعیین گردیدنشان فعالیت ناکی و بخشیدن سرعت به کارها یعنی که در نظر است. یعنی هر یک ساکن ناحیه عینی میتواند این را در مناطق‌های گوناگون ناحیه مشاهده نماید. حالا برویم و بیرون را ببینیم که در آنجا چی گپ است. فرزندان دیار هم هستند که برای آبادی کمر همت بستند و با خواندن سرود گریه کن. مهمونو بیان زد کنه مهمونه آغوشو گرم هر دو مرا زینونه. احسن تشکر. با همین طبع خوشی شادیانه کارها رو ادامه دید. و طوری تماشابینان گرامی اینجا میبینید الکی تیریزه و درهای نو رو اینجا آوردن و روزهای نزدیک حتما در اینجا مجهز می شود. و همه این ولنگاری که 10 ساله ها از مد نظر دور مانده بود اینها سیمنت پوش بتون پوش گردیده. حسن و جمالی که در اینجا مثلا حضور دارد و این زمان میبینید پره تغییر مییابد. و طور ما رئیس جماعت اطلاع دادن نظرزاده بحریدین تقریبا اگر خطا نکنم از همینجا یک راه می شود که در آنجا یک دروازه پرحشمت زیبای خاص به فرهنگ تاجیکی مجهز خواهد گردید که این باور کنید برای تعب و بالیده گردانیدن روحیه استقامت کنندگان دهه درغ شریف و همه مهمانانی که به اینجا تشریف می آورند یک تحفه خیلی هم نیک، ارزنده، سازنده و بنیادکارانه خواهد بود. در اینجا طوری میبینید درها محکم هستند، درها پوشیده هستند، ولی این درها رو پس از یک ماه شما همیشه باز خواهید دید. و اینجا یک کتابخانه زمانوی دهه درغ شریف بنیاد خواهد گردید که با کتاب، جزودان، میز کاری، خب کرسی که مثلا خواننده می نشیند و اینجا می خواند تامین خواهند گردید. و من بعد ساختن این کتابخانه کارهای ترغیباتی جهت کتابخوان نمودن ملت در همین قسمت کشور عزیزمون ادامه خواهند یافت. و با این تمام نمی شود. در این پس منظری که میبینید در اینجا هم ولنگار است و از پس این دیوار یک لطاک می شود و این ناهمواری هایی که در اینجا میبینید همه یعنی که بتون پوش می شوند، یعنی سیمنت پوش می شوند و بسیار زیبا می گردند. استاها مونده نباشید. ما وظیفه ما فقط ای سحر آمده مونده نباشید گفتن است. چون که واقعا شما در اینجا چیکار کرده ایستادید؟ یعنی خاکسترهایی که زمان گذشته از مکتب کهنه اینجا می آوردن این را تازه میکنید و از روی که من اطلاع یافتم اینجا یک حاجتخانه زمانوی و اکولوژی بنیاد میگرده. بله بسیار خوب مانده نباشید، دستتون درد نبینه، با دل گرم بکنید، مطمئنم که سیمای دیه را کلا تغییر خواهیم داد. حتما تشکری به اندازه. بله. خب زمانی در اینجا تماشابینان عزتمند کمر میگرفتن و در زمستان در اون مکتب کهنه که اونجا بود یعنی که علاوه میکردن و صنف ها رو گرم میکردن و خوشبختانه ما مکتب نو ساختیم و این بنایی که در اینجا میبینید که قسما ولنگار شده است ان شاء الله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس ناحیه طوری به ما اطلاع دادن روزهای نزدیک این بنا رو پره تعمیر کرده برای زیاده از 200 نفر خواننده یعنی یک مکتب باغچه کودکانه بنیاد میکنن و این قسمت رو تخریب میکنن که هموار شود و یک گلگشت و باغ بشود اینجا.
یعنی که نقشه ها کلانند و انشاءالله که در 2026 الکی دهه درغ شریف پورا یک دهه سیمای نو داشته و زمانوی داشته خواهد گردید. و خلاصه این است که ما اگر سرجم باشیم، برای هم باشیم، دست همدیگر بگیریم، از بخیلی و بخل و حسد و حسود دست بکشیم، مثل برادر حقیقی برای همدیگر باشیم، همه این آبادی ها امکان دارد و ما مطمئنیم که این آبادی ها روزهای نزدیک و آرزوی و ارمان های مردم دهمان جامعه عمل خواهم پوشید.